मनावो घर को सजावो मौला अली के प्यारो आज मुकम्मल दीन हुआ है जश्न मनावो यारो अपनी किस्मत को चमकाओ किस्मत की मारो सदिका अली का ताबान उठाए ये मज़हर खुदा ये नाद अंबिया ऐसा कोई नहीं ये सबसे जुदा ये नूर खुदा ये नफ्स नबी मत का वली ये शीर जली ये दोनों जहां का मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला वाज़ाइयुल मौला मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला या अली या अली मेरी हर फिक्र में हर सोच में हर बात में तू मेरे लहजे में हर अंदाज में गुफ्तार में तू मेरे इज़हार में इनकार में इक़रार में तू मेरे ज़ाहिर में है बातिन में है बस तू ही तू मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला बारिक अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारिकल्लाह बारिकल्लाह خیلی ازتون ممنونم حیدری یا علی باید همه بگن یا علی. این در فرهنگ حیدری بله در فرهنگ پاکستانی ها یه نفر میگه نعره حیدری جوابش میشه یا علی. دوباره میگم نعره حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری 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 یا علی یا علی یا علی علی ماشاءالله ماشاءالله به خیلی خوب بچه ها خیلی ازتون ممنونم. عالی. آقا گفت طبعی که نپرداخت به نام تو تلف شد بر خاک نوشتند علی در نجف شد. خوش به حال همه اونهایی که اگر هنری دارن خرج نام و یاد و راه امیرالمؤمنین میکنن و خدا رو شکر که از پاکستان عزیز ما مهمان داشتیم و امروز در حسینیه معلا نام امیرالمؤمنین طنین انداز شد. خوش به حال ما که علی داریم. بله خوش به حال ما. انشالله که به حق نام و یاد امیرالمؤمنین زیارت نجف نصیب همه شما خواهران و برادران عزیز و مخاطبان جانمون بشه به حق این ایام نورانی ماه شعبان المعظم. آقا میثم مطیع بفرمایید. بزرگان آقا حبیبی ببخشید آسیب ریزی می‌فرمایید. خیلی بهره بردیم خیلی استفاده کردیم. من یه نکته‌ای رو میخوام عرض بکنم از کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق. یه کتابی داره به نام خصال. در این کتاب که روایات نورانی زیادی هم آورده یک روایت آورده از زبان امیرالمؤمنین. یک بابی هست به نام ابواب السبعین و ما فوقه، باب 70گانه و بیش از اون که امیرالمؤمنین خودشون روایتی رو فرمودن مفصل که در این روایت فرمود امیرالمؤمنین ولی 70 منقبة لم یشرکنی فیها احد منهم. من 70 منقبت دارم که هیچ کدام از اصحاب پیغمبر نداشتم. من یه دونش رو میخوام عرض بکنم که و اما التاسعه و الثلاثون فضیلت 39 فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد فعجل اللهم صل علی محمد و آل محمد. من از پیغمبر شنیدم که فرمود
کذب من زعم انه یحبنی و یبغض علیا. دروغ میگه اون کسی که ادعای محبت من پیغمبر رو داره و با علی امیرالمؤمنین دشمنی میکنه. لا یجتمع حبی و حبه الا فی قلب مؤمن. محبت من و محبت علی فقط در قلب مؤمنه. ان الله عز وجل جعل اهل حبی و حبک یا علی فی اول زمرة السابقین الی الجنه. ای علی، خداوند محبت من و تو را برای اهل محبت ما برای کسانی قرار داده که زودتر از همه میرن بهشت. و جعل اهل بغضی و بغضک فی اول زمرة الضالین من امتی الی النار. اونایی که اهل بغض من و بغض تو هستن اولین کسانی هستن که در زمره گمراهانن و اول وارد جهنم میشن. اون ولضالینی که ما هر روز میگیم جزءشون گمراهانی که از محبت امیرالمومنین گمراه. من یه نکتم آقای شریعتی یادم افتاد بگم، چون اسم مرحوم شیخ صدوق رو بردم. ما متاسفانه مفاخر خودمون رو نمیشناسیم، بزرگان خودمون رو نمیشناسیم. اینا به گردن ما حق دارن. شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق و علامه مجلسی و شیخ خرعاملی و بزرگان شیعه. من یه خاطری برای شما تعریف کنم دوستان فیض بدن. یه کنگره‌ای بود به نام کنگره ملی شیخ صدوق. اعضای هیئت علمی این کنگره دعوت شدن و اساتید همه اونجا حضور پیدا کردن، اساتید علوم حدیث. یکی از آقایون گفت که من خیلی قصه میخورم چرا مردم شیخ صدوق رو نمیشناسن. و قصه‌ام زمانی بیشتر شد که دیدم در صدا و سیما در روز وفات شیخ صدوق داره گزارش تهیه میکنه که آقا شما شیخ صدوق رو میشناسین؟ گفتن نه. ابن بابوی رو میشناسین؟ گفتن نه. ایشون کنیش ابن بابوی دیگه، ابن بابوی قمی. میگفت یه نفر گفت من میشناسم، پخش زنده. گفت خیلی خوشحال شدم. گفت شیخ صدوق کیه؟ گفت از پیشگامان نهضت امام خمینی در سال 42. اینو که گفت نفر پشت سر گفت ببخشید اساتید اجازه میدن من رشتم حدیث نیست، من مسئول رسانه این کنگره‌ام. یه خاطره تعریف کنم. من پیش یکی از مسئولین رفتم، نیم ساعت راجع به شیخ صدوق توضیح دادم که از بزرگان شیعه است، متوفای قرن 4، این کتابا رو داره، کتاب خصال داره، کتاب من لا یحضر داره، کتاب التوحید داره، کتاب عیون اخبار رضا داره. خیلی از کتابا رو اسپردم. باید راجع به ایشون سریال ساخته بشه، مردم این شخصیت رو بشناسن. گفت آقا شما نیاز نیست راجع به شیخ صدوق توضیح بدین، من خیلی به شیخ صدوق ارادت دارم، چندین سال با دامادشون از طریق پیام رسانه در ارتباطیم ما با. بله. میگه بعد فهمیدم که ایشون با آقای مرحوم آقای صدوقی یزد اشتباه گرفته که این طنز تلخه. ما باید بزرگان خودمون و مفاخر شیعه رو بشناسیم، به اونا احترام بذاریم، چون حق به گردن ما دارن. شادی روح همشون یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ببخشید آقای نزار القطری، خیلی کیف کردی آقا نزار. بارک الله. من خیلی کیف کردم. خیلی کیف کردی. اجراشون خیلی قشنگ بود، خودشون ماشاءالله زیبا خوندن، کف زدنشون، لباسشون، این ادبی که دارن، اینها واقعا ماشاءالله. تشویقشون کنید بچه‌ها رو. منو تحت تاثیر برد. به یاد یکی از شعرای برادران صائبی توی خوزستان هم داریم، فرقه صائبی. بله. صبی، شما میگید صبی، اینا توی خوزستان هستن. در عراق البته بیشترن. یکی از این شعرا در بغداد دعوت شده بود و اومده بود یک شعری درباره حضرت علی خوند که بعد مردم سرزنشش کرده بودند که تو صبی هستی، اصلا مسلمان نیستی، چرا باید این شعر درباره حضرت علی بخونی؟ گفته بود مگر حضرت علی مال مسلمان است؟ آفرین. حضرت علی مال ما هم هست. حضرت علی امام انسانیت بود، امام همه انسان هاست، نه فقط امام شیعه یا امام مسلمون ها حتی بگیم. واقعا این نه فقط هر وجدان بیداری علی رو دوست داره. احسنت. و این نه فقط اون شاعر صائبی گفته، من به خاطر اینکه اسمهای فراموش نکنم اینجا نوشتم. جورج جرداق، مسیحی لبنانی، جیرارد اوبنز، سر ویلیام مویر، هنری استوپ، ادوارد جبون. میگه شخصیتی اینا همه شخصیات مسیحی هستند، بعضی هاشون از پاپ ها هستند. ادوارد جیبون میگه شخصیتی بی‌نظیر و درخشنده و شاعر و مؤمن و بزرگوار
و قدیس مثل علی ابن ابی طالب پیدا نخواهی کرد. به 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 به. این علی، این علی است که ما جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. اینا هم خیلی قشنگ، خیلی ماشاءالله شعرشون را خاتمه دادن با دست بردن بالا. من خیلی خوشم اومد. خیلی خوب. دستتون در نکنه. دستتون در نکنه. سید مجید سید بفرمایید. بفرمایید آقا جان. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. سید رضا بفرمایید. والا بذارید من اولا به خاطر عشقی که پاکستانی های عزیز به امیرالمومنین دارن بلندشم از جا.